تلفن همراه ماه‌ها باز برای مهاجران تاجیک هنگام سفر به روسیه به یک دردسر تبدیل یافته است. بعضی از مهاجران میگویند برابری رسیدن به فرودگاه‌های روسیه تفتیش و تگرو کردن تلفن‌ها سر می‌شود و گاهی سبب اخراج آنها می‌گردد. باشه یگان مقصد تلگرام باشه یگان مثل یگان چیزای پلیونی باشه همین اسلامی باشه به فکرم وای میکنن نه میخپانم. مقامات تاجیکستان 16 اپریل با نشر اعلان به مهاجران توصیه دادند که برای تفتیش تلفن و دستگاه‌های دیگری الکترونی در گذرگاه‌های سرحدی روسیه مانع ایجاد نکنند. به تاکید نمایندگی وزارت کار و مهاجرت، مرزبانان روسیه حق دارند که هنگام درآمدن به این کشور تلفن و کامپیوتر هر نفر را تفتیش کنند. هشدار داده شده است که در صورت سرکشی از این امر مرزبانان، مهاجران می توانند جریمه یا تا 15 روز حبس شوند. چندی از مهاجران و حقوقدان‌هایی که رادیوی آزادی با آنها هم صحبت شد، این عملی مرزبانان روس را پایمالی حقوق دانستند. Уже личные данные требуют мекнани хели бояд набошанд. Ҳақ надоранд прасидани хели чизора. Даже паспорта ҳақ надоранд дар дастшо гирифтан. مهاجران میگویند در فرودگاه‌های روسیه برای تفتیش تلفن ساعت‌ها انتظار می‌مانند. مرزبانان با واتساپ، تلگرام و مسنجر یا پیام‌رسان‌ها درآمده عکس و نوار داخلی آن را می‌سنجند. کوفتن تلفنش گرفتن اینا میغام جودن بعد غانتیشو بنیهایت زیاده بنیهایت بردن اینا مراد депортация میکردن 14 روز محکم میکردن بعد 14 روز باور کنی رنگم یا چی بوری آوردن ای گرانیسا بیرون میکردن دیگه دالش ختم بدونه و داوی است. مصاحب دیگری ما میگوید سنجش‌های طولانی سبب شد که بلیتش را به یک شهر دیگر از دست داد. قانونی همه چی رسمی بود اما به پاتنت به دکمه نمیگردم اونجا. رفتم روی امی پرویرکشون در مسکو аэропорт قپیدم بعد 3 ساعت 4 ساعت پرویر کردم اون بلیتم سوخت 2 ساعت پس بود سوخت بلیتم. با مجبور شدم خودم بلیت گیرم رو. هدف از تفتیش تلفن مهاجران در فرودگاه‌های روسیه رسما تأمین امنیت و مقاومت به افراطگرایی گفته می شود، اما به اندیشه بعضی از مصاحبان ما که سالها در مهاجرت بودند مقصد چیزی دیگر است. که ما تاجیک‌ها را همجا کم کردن این تک تک ما را کم کردن شاید که ممکن کمی کم کنن همونجا ما هدفش همین. با این حال رحمان المصف کارشناس مسائل مهاجرت میگوید تصمیم قاعده‌های نو هم نمیتواند روند مهاجرت تاجیکان را به روسیه سست کند. به تاکید او مهاجران باید این قاعده‌ها را دانند و اجرا کنند. ما در اونجا با خواهش خودمون که میرویم تمام قاعده‌هایی که در روسیه هست ما باید حتما اجرا کنیم و این هیچ وقت شماره مهاجران تاجیک روسیه کم نمیشه. سالهای اخیر در روسیه تفتیش و بازداشت و حبس و اخراج مهاجران افزوده دهها قانون و قاعده نو قبول شد که کار و زندگی آنها را سخت و دشوار کردند. سازمان بین المللی دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ سال 2025 آن را زندگی در ترس و تحقیر نامیده از حکومت روسیه خواست نگذارد حق و حقوق مهاجران زیر پا شود، درخواستی که ظاهرا مسکو نادیده گرفت.